درگیری درونی طالبان، پاکسازی هدفمندی فرماندهان تاجیک تبار وابسته به گروهی حقانی. نشریه جهانی اسپیشال یوراسیا از شدت گرفتن اختلافات قدرت میان ملا هبت الله و گروه حقانی پرده برداشته است. در پی افزایش بی‌اعتمادی در رهبری طالبان، ملا هبت الله دستوری بازداشت و پاکسازی هدفمندی فرماندهان غیر پشتون به ویژه تاجیک‌های وابسته به شبکه حقانی در شمال افغانستان را صادر کرده است. این اقدام تلاشی است برای تضعیف جایگاه نظامی گروه حقانی و حذف تدریجی مهره‌های فارسی زبان که سالها در کنار طالبان جنگیدند. اختلافات میان قندار و گروه حقانی روز به روز عمیق‌تر می شود. با گزارش این نشریه، رهبری طالبان در کنار نزدیکی فزاینده و آمریکا تعاملات همزبان با روسیه و چین دارد که می تواند بی‌ثباتی را در مناطق ناآرام شمال و ویژه تخار و بدخشان تشدید کند. تحلیلگران بر این باورند که بازداشت تاجیک‌های وفادار به حقانی بخشی از استراتژی برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی در شمال است. عملیات پاکسازی در شمال. کانال روسی افغانسکی اینسایدر گزارش داده که در آغاز اپریل 2025 وزارت دفاع طالبان عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری فرماندهان تاجیک تبار آغاز کرده است. از جمله افراد بازداشت شده می توان به حسین جندی، بشیر قنات، ارباب روح الله رؤوفی و نیک محمدی حکیمی اشاره کرد. همگی این افراد از وفاداران سرسختی سراج الدین حقانی بودند. نقش و ساختار شبکه حقانی. گروه حقانی که پایگاه اصلی آن در شرق افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان است، روابط گسترده‌ای با استخبارات پاکستان دارد. ساختار غیر متمرکز و تجربه جنگی گسترده این گروه را به یکی از بازوهای نظامی مهم طالبان تبدیل کرده است. با این حال ملا هبت الله نسبت به فرماندهان تاجیک این شبکه مشکوک شده و در تلاش از آنها را از بدنه قدرت حذف کند. فرماندهان تاجیک تبار، مهره‌های یک بار مصرف. طالبان برای نفوذ در شمال در سالهای گذشته به جذب نیروهای تاجیک روی آورد. اما پس از حاکمیت نه تنها این فرماندهان را در قدرت شریک نکرد، بلکه با بازداشت، ترور و حذف آنان مسیری حذف قومی را در پیش گرفت. کارشناسان معتقدند این اقدامات می توانند نتیجه معکوس داشته باشد. تجربه تاریخی شمال افغانستان نشان می دهد که این منطقه بستر شورش‌های جدی علیه حکومت‌های استبدادی بوده است. افغانستان میدان رقابت‌های داخلی و نیابتی. سیاست حذف تاجیک‌ها خشم بسیاری از نیروهای پیشین طالبان را برانگیخته است. در همین حال قدرت‌های جهانی نیز رویکرد خود را نسبت به طالبان بازنگری کردند. روسیه از طالبان به عنوان سد دفاعی در برابر داعش خراسان یاد می‌کند. چین نگران عبور شبه نظامیان اویغور از دهلیز واخان است و همکاری‌های امنیتی خود را با طالبان افزایش داده است. از سوی دیگر آمریکا نیز با حذف حضور اطلاعاتی در افغانستان و تازگی وارد فاز جدیدی از تعامل با طالبان شده است. گزارش‌هایی از نشست‌های محرمانه در پایگاه هوایی بگرام، از بازگشت نسبی ایالات متحده و بازی قدرت در افغانستان خبر می‌دهد.